سلام بچه هارتون چطوره؟ خوش اومدین با این ویدیو. امروز اومدین تو این ویدیو دوتا کیمدی هست، کیمدی های خفن، یه شیک شکلات که اگر بتونیم اسم اون فوتبالیست رو درست حدس بزنیم ما یه شیک میخوریم. اگر هر دوم هست حدس زنه جلوی شما شیک میخوریم که جاتونم خیلی خالی میشه. من واقعا دلم شیک میخواد چون من هیچی نخورم. هیچی نخوردیم و البته این شیک رو از بیرون گرفته بودن. خب بریم بعد اسم بازیکن. خب اسم بازیکن خب من به نظرم میگم رونالدینیو و کالافیوری. یعنی البته اسم بازیکنم هست کالافیوری، اونا که نمیدونن. استیکرم چیزه اول من باز میکنه. من فکرم گفتن رونالدینیو و کالافیوری. خب باز میکنی. اکسا بیا. خب بچه من باز میکنه. خب خدایا یه کاری کن درست حد زده باش. اصلا درست زده. هریکین بود. وای هریکین بود. وای اینم نشون میدم. نمیشه رنگش رو حدس بزنی؟ نه دیگه آخه رنگ نمیشه. ای وای این داداشمون و اینم داداشمون. ای هریکین رو گفت. خب بچه من میگم این حالا ما اسمشون این سبزه با این که میشناسی؟ هریکین وایسا بریم. بیسمیله. نه بعد اسم گفتم. خب بچه ما باید نشون بدیم. اینا که داشتم. آره اینا تو یکی از ویدیو نشون. اصلا کلا یه عدم اشتباه گفتیم. پس یه خبری از نشون دادن شیک میک نیست. بازم هدامه اشتباه گفتی، ولی حالا شیک رو میگی چی کار میکنی؟ حالا فعلا میدم به انسان، ولی تو این ویدیو خدا بتونم کرد که جاتون خالی نشده، یعنی تقریبا جلوی شما نخوردن. دمتون هم گرم که ویدیو تماش کردین. امیدوارم از این ویدیو خفن خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای خفن بعدی فعلا بای بای. خداحافظ.